تا حالا شده توی یک موقعیت خیلی سخت باشی و حس کنی دیگه نمیتونی ادامه بدی؟ اون لحظه هایی که قلبت تون تون میزنه و نمیدونی چطوری باید از پسش بر بیای. اگه جوابت بله است، این ویدیو برای توه. استرس. چند بار این کلمه رو توی روز شنیدی؟ چند بار حس کردی که دیگه نمیتونی از پسش بر بیای؟ ولی اگه بهت بگم میتونی این استرس رو مدیریت کنی و حتی ازش به نفع خودت استفاده کنی، شاید تعجب بکنی. امروز قراره با هم تکنیک‌های ساده و موثری رو یاد بگیریم که بهت کمک میکنه استرس رو مدیریت کنی و زندگی آرومتری رو داشته باشی. آماده ای که این مهارت رو یاد بگیری؟ تا آخر این ویدیو با من همراه باش. چون راهکارهای ساده و قدرتمندی رو میگم که کمک میکنن استرس رو کنترل کنی، آرامش بیشتری رو توی زندگی تجربه کنی. پس اگه میخوای بدونی چطوری میتونی با این احساسات کنار بیای و حتی ازشون به نفع خودت استفاده کنی، تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. استرس یک بخشی از زندگی ماست. هممون توی زندگی روزمره باهاش مواجه میشیم و از کار و زندگی شخصیمون گرفته تا حتی روابط و اتفاقات غیر منتظره باهاش مواجهیم. ولی چیزی که ما رو از هم متمایز میکنه اینه که چجوری با این استرس ها برخورد کنیم. اگه بتونیم اون رو مدیریت کنیم، میتونیم نه تنها موفق تر باشیم، بلکه زندگی شادتری رو هم تجربه بکنیم. تکنیک های مؤثر برای مدیریت استرس. یک، زمانبندی استرس. این روش یعنی به خودت اجازه بدی که فقط توی یک زمان مشخص، مثلا 10 دقیقه تو طول روز، درباره مشکلات و نگرانی های زندگیت فکر کنی. وقتی این زمان تموم شد، ذهنتو به کارهای مثبت و سرگرم کننده مشغول کنی. اینطوری استرس توی طول روز کنترل میشه و نمیذاره تمام وقتتو بگیره. دو، نوشتن احساسات. گاهی نوشتن هر چی که ذهنتو مشغول کرده روی کاغذ کمک میکنه تا از سنگینی استرس کم بشه. یه دفترچه بردار و هر چی که اذیتت میکنه رو بنویس. اینطوری میتونی افکارتو مرتب کنی و یه راه حل برای مشکلاتت پیدا کنی. ایجاد مرزهای شخصی. گاهی استرس از این نوع میشه که بیش از حد به دیگران بله میگیره و برای خودمون زمان نمیذاریم. یاد بگیر که نگفتن رو تمرین کنی و مرزهای شخصیت رو مشخص کنی تا استرس‌های اضافی رو از زندگیت حذف کنی. اگه تا اینجای ویدیو براتون جالب بوده، تا انتهای ویدیو همراه من باشین، چون توی تکنیک آخر به روشی اشاره میکنم که باعث آرامش ذهنت میشه. تمرکز روی زمان حال. تمرکز روی زمان حال یکی دیگه از راه‌های مؤثر برای کاهش استرس. وقتی ذهنت رو از نگرانی‌های گذشته یا آینده جدا می‌کنی و فقط به کاری که الان داری انجام میدی فکر می‌کنی، استرس به طرز قابل توجهی کاهش پیدا می‌کنه. اولویت بندی و مدیریت زمان. گاهی استرس از حجم زیاد کارها و ناتوانی توی مدیریت زمان ناشی میشه. اولویت بندی کارها و ایجاد برنامه دقیق میتونه بهت کمک بکنه تا کنترل بیشتری روی روز خودت داشته باشی و استرس‌های اضافی رو از بین ببری. فعالیت فیزیکی و ورزش. ورزش یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش استرس و افزایش احساس خوبیه. حتی یک پیاده‌روی کوتاه میتونه تغییرات زیادی رو توی حال روحی ایجاد بکنه. تکنیک تنفس 4-7-8. این یه تکنیک تنفس عمیقه که خیلی برای کاهش استرس کار آمده. به این صورته که 4 ثانیه هوا رو داخل ریه‌هات میکشی، 7 ثانیه نگه میداری و 8 ثانیه به آرامی بیرون میدی. این تمرین کمک میکنه تا ضربان قلبت پایین بیاد و ذهنت آروم بشه. استرس جزء جدا ناشدنی زندگی ماست، ولی انتخاب ماست که چجوری باهاش برخورد بکنیم. با استفاده از این تکنیک‌ها نه تنها میتونی استرس رو کاهش بدی، بلکه میتونی ازش به عنوان یک محرک برای رشد و پیشرفت خودت هم استفاده کنی. همیشه یادت باشه که قدرت درونی تو از هر چالشی قوی‌تره. اگه از این ویدیو خوشت اومد، حتما لایک کن و به دوستات هم معرفی کن. نظرات و تجربیات خودتون رو در مورد استرس و روش‌هایی که برای مقابله باهاش استفاده کردین توی کامنت‌ها با ما به اشتراک بذارید. وقتی یاد میگیری چطوری استرس رو مدیریت کنی، در واقع اولین قدم رو به سمت موفقیت برداشتی. چون آرامش ذهنی و مدیریت استرس پایه و اساس موفقیت توی هر کاریه. حالا که ابزارهای مقابله با استرس رو داری، میخوای بدونی چطوری میتونی از این آرامش و تمرکز برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ توی کار و زندگیت استفاده کنی؟ توی ویدیو بعدی با افرادی صحبت میکنیم که این راه رو رفتن و موفق شدن. پس حتما ویدیوی بعدی رو ببین تا رازهای واقعی موفقیت رو از زبون خودشون بشنوید.